بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همتون خوب و سلامت باشین. دوستان عزیز، امروز میخوایم یک معلومات همراهتون شریک بسازیم که رئیس پاسود امروز در توییتر خود چیزی کرده، پست کرده است. گفته است که اولیت های ریاست پاسپورت، یعنی به چه کسایی حق اولیت داده میشه، پاسپورت برشون داده میشه تا پاسپورت دریافت کنم. اینجا فقط کسایی که حق اولیت برشون داده میشه اونها را نوشته کرده است و راهنماییشان هم چیزی که نوشته کرده. گفته است که حق اولیت برای کسایی داده میشه که از طرف وزارت تحصیلات عالی با ریاست پاسپورت معرفی شده باشه، یا کسایی که تجار باشه، یا کسایی که مریض باشه، به این کسایی چیزی میشه حق اولیت داده میشه. گفته است که کسایی که مثلا در بورسه تحصیلی کامیاب شده است یا فعلا در حال جریان است، یعنی درس میخوانه مگر پاسپورتشون اکسپایر شده، تاریخ اعتبارشون ختم شده، اونها میتونه که از وزارت تحصیلات عالی مکتوب بگیره و به ریاست پاسپورت بیاره، باز برشون پاسپورت میده. و کسایی که مریض هستند، یعنی بچه کسایی که پاسپورت داده میشه که مریض باشه، یعنی مریضیشون که یعنی داخل کشور قابل تداوی نباشه، یعنی ناممکن است که در داخل کشور چیز شود تداوی شود. و خصوصا کسایی که مثلا مریضی سرطان داره یا مریضی قلبی داره، با آنها حق اولیت داده میشه. و برای بعضی کسایی که مثلا مریضیشون در داخل کشور تداوی نمیشه، با آنها هم حق اولیت داده میشه که پروسش اینطور است که به ریاست قوانین صحی مراجعه میکنه و اونجا که مراجعه کرد بعد از اون طی مراحل میشه اصلا چک میشه که این نفر مریض است، واقعا مریض است یا نیست. اگر مریض بودن باز اسمشون نوشته میکنه، در نوبت باز به همون تاریخ مراجعه میکنه، مکتوب برشون داده میشه. اگر مریض خیلی عاجل بود باز از اون ریاست قوانین تصمیم میگیره برشون در روز البته مکتوب برشون میته، به ریاست پاسپورت مراجعه میکنه و ریاست پاسپورت هم در ظرف 1 الی 2 روز برشون پاسپورت چاپ میکنه، برشون میته. و برای کسایی که برای کسایی داده میشه که ورزشکار باشه یا از طرف کمیته المپیک معرفی شده باشه، یعنی کسایی که از طرف کمیته المپیک معرفی شده باشه و به خاطر مسابقه با کشور دیگه میره، با اونها داده میشه. و به دیگه کسایی داده نمیشه که من مسابقه نداشته باشه. و دیگه کسایی که تاجر باشه، تاجر یعنی تجارت داشته باشه، با دیگه کشورها رفت آمد داشته باشه، به اونها داده میشه. پروسس اینطوری است که باید با وزارت اتاق تجارت مراجعه کنم و اسناد مکمل خود به چیز کنه، با اتاق تجارت مراجعه کنه و ثبت راجسترشان باید دیده شود. بعد از اون اتاق تجارت برشان مکتوب میته، با اساس همون مکتوب میتونه که با ریاست پاسپورت مراجعه کنه و پاسپورت برشان بده. و کسایی که مثلا می چیزهای مثلا مریض باشه، از طرف کمیته المپیک معرفی شده باشه، از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی شده باشه و تاجر باشه، این 4 نفر که هستن حق اولیت داده میشه، پاسپورت برشان میته. و یک موضوع دیگه هم هست که کسایی که مثلا از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی میشه، باید پانتونی که اونها از طرف ریاست پاسپورت از طرف تحصیلات عالی معرفی میشه، باید بورسهشان باید دولتی باشه، یعنی غیر دولتی نباشه، یعنی داخل چوکات وزارت تحصیلات عالی ثبت باشه. بدون اون نمیتونه که براشون مکتوب بده، باید در چوکات وزارت تحصیلات عالی ثبت باشه، با اساس همون براشون مکتوب میده. مثلا بعضی هستن که از طرف شخصی رفته است، مگر بورسهشان در چوکات وزارت تحصیلات عالی ثبت نیست، با اونها داده نمیشه. فقط برای کسایی داده میشه که در چوکات وزارت تحصیلات عالی بورسهشان ثبت باشه، با اونها میتم. امید دارم که ویدیو خوشتان آمده باشه و برای معلومات بیشتر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و برای معلومات بیشتر ویدیوهای ما را لایک و شیر کنین و ویدیو را شیر کنین تا دوستانتان آگاه شود تا مشکلات پاسپورتشان حل و فصل شود. تشکر، زنده باشین.